ما این واقعیت رو نشون داد. بیایید بیایید به گلزار بگردیم، بر این نقطه اقبال چو پرگار بگردیم. بیایید که امروز به اقبال و به پیروز چو عشاق نوآموز بر آن یار بگردیم. اینجا لازم می‌دونم که از گروه سماع، در واقع گروهی با نام تاسیان، این گونه برای من تعریف کردن که تاسیان حسیه که از دوری دوست به دست میاد. در واقع این گروه به استاد راهنمای دکتر بابک ناصرزاده فعالیت خودشون رو آغاز کردن، سال‌هاست فعالیت خودشون رو آغاز کردن. دارای 2 کنسرت بزرگ در دانشگاه شهید بهشتی و کاخ سعدآباد بودن. افراد سماع کننده به ترتیب عبارتند از آقایان بهزاد حجیر، ناصر حمیدپور، میلاد شجره و گروه موسیقی امیرحسین حسنی نیاه نوازنده بربط، سینا مشفقی ستار، مصطفی جهانی کمانچه 1، بهنوش کاظمی زاده کمانچه 2، مرتضی جهانی تنبک و آقای میثم اکبری خواننده. از عزیزان دعوت می‌کنیم تا پس از آماده شدن در واقع اجرا کنن نمایششون رو، در واقع این نمایش عارفانه رو، حال ما بیان مه زیبا مپرس.
لیلة القدری شبی چون قدر مر ارواح را کاشان شد شاهدا صحبت حارس شده گم شارس باید دردانشو دردانشو اندیشت جایی رود اندیشت جایی رود آنگه تو اینجا کشم زاندیشه بگذر چون پیشانه شو پیشانه شو پیشانه شو پیشانه شو از دوستداران انجمن افراز هستن، همیشه انجمن رو یاری کردن. آخرین نمایشی هم که قبل از این انجمن سعادت حضورشون رو داشت در واقع همایش تنپوش‌ها بود که حدوداً 3 هفته پیش در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، همایش تنپوش‌های ملی.